وقتی که یک صحابه جنایت آدم اصلا کافر بود، مشرک بود، جنایت کردگی بود، میگوید که من به نزد محمد صلی الله علیه و سلم رفتم، میگوید به مدینه، فلما رآنی من بعید تبسم. وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم مرا از دور دیدن الکی تبسم کردم. و یک آدم مشرک یا آدم بت پرست تبسم کردن. اومد یکی از مشرک ها رو به روی پیامبر صلی الله علیه و سلم در گردنش شمشیر گفتن که هم فلانی برای چی آمدی؟ اصلا با مقصد کشتن پیامبر صلی الله علیه و سلم آمدگی بود. الله تعالی پیغمبر را با خبر کرد که فلانی با مقصد کشتن تو به راه برآمد. با واسطه جبریل خبر آمد. اصلا پیامبر صلی الله علیه و سلم غیب را نمیداند. وقتی در آمد و در رو به روی پیامبر صلی الله علیه و سلم راست ایستاد، در گردن شمشیر، پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت که ها فلانی ما جاء بک، چی تو را به مدینه آورد؟ گفت که یا رسول الله، می برادری من که در شما اسیر هست، بعد جنگ بدر اسیر افتاده بود برادرش، برای این برادرم آمدم که از شما التماس کنم که برادرم سر تید. ثانی گفتن که این شمشیرت چی در گردنت؟ گفت که این گفت شمشیرهای خدا روش سیاه کند. گفت اینا روزی جنگ بدر چی فایده آوردن؟ گفت شمشیر در دست و در گردنمون بود، یگان فایده آورد روزی بدر؟ گفت این شمشیر یا عادتی مردم است که قدیم و گرام میگردیم، لیکن هیچی فایده نآورد که اون روز، یعنی ما جنگ بای دادیم. گفتن که بلکه تو و فلانی در نزد کعبه نشستی، تو فلانی گفت که اگر من قرض نمی داشتم، تو گفتی که اگر من قرض نمی داشتم و بعد خودم فرزندای نابالغ نمی داشتم رفتم محمد می کشتم، گفتی. بعد فلانی دوستت گفت که اما قرضهایت به گردن من است، فرزندات تربیتش به عهده من است، تو را محمد کش، من قرضاتم صاف میکنم، فرزنداتم کفیل میشم، بعدی وفات تو نگاه میکنم. گفت تو خستی آمدی. وقتی که این سخن را گفتن، اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله گفته اسلام آورد. و اون برادرش شناسش که اینا فرستانده بود برای مدینه به کشتن پیامبر صلی الله علیه و سلم، هر روز میگفت که بعد گذشتن 10-15 روز به نزدیکی نویگری میشد، به نزدیکی نویگری میشد. گفته حتی بر آمده در بیرونا مهاجرهای منتظر میشد که یگان کس خبری مرگ پیامبر صلی الله علیه و سلم میبیارد. خیلی وقت گذشت، بعد یه روز بر آمده در همون درآمدگاه مکه منتظری مسافران میشد که همین آدمی که فرستانیده بود برای کشتن پیامبر صلی الله علیه و سلم از دور آمد، روش دید و گفت که قسم به نام الله، گفت آمده ایستاده است به غیر آن رویی که رفته بود. یعنی همین آدم رویش دیگر خیل شد آمد. بعد آمد گفت که ها چی خبر، محمد کشتی؟ گفت که اما انا اشهد ان لا اله الا الله و ان محمد رسول الله، من باشم شهادت میدهم که الله تعالی یگانه شریکی ندارد و محمد رسول الله هست. هر روز پیامبر صلی الله علیه و سلم آدمای دعوت میکردن و با همین آدمهای مشرک و کافر معامله زیبا داشتن. بنابراین الله تعالی گفت که انک لعلی خلق عظیم، تو صاحب خلق بزرگ هستی. لیکن به هر حال ما و شما برادرای خواهرای عزیز وظیفه دار هستیم که امر معروف کنیم